بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبین عزیز پیج مصر رفسنجان، به خصوص هواداران. یه عذرخواهی میکنم بابت لایو اینستاگرام، متاسفانه به دلایلی قطع، بعد بابت تاخیرم عذرخواهی میکنم. در خدمت آقای ربیعی هستیم، سرمربی مصر رفسنجان. جناب آقای ربیعی در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی مخاطبین عزیز و هواداران خونگرم و دوست داشتنی تیم مصر رفسنجان که اجازه بدید من ماسکم در بیارم. اینجا ضد عفونی شده، ولی از همه میخوام که موارد بهداشتی و پروتکل ها رو انشالله رعایت کنن تا هر چه سریعتر این ویروس منحوس انشالله از کشور ما و از کل دنیا انشالله برطرف بشه، بیرون بره و تا همه مردم بتونن مثل گذشته در شادی و آسایش و آرامش باشن. خوشحالم در خدمت شما هست و پاسخگوی تمامی سوالات انشالله هوادارم. بله، ما هم با شما موافقیم. انشالله این ویروس از شرش رو از ایران بیرون کنه تا همه هواداران بتونن بیان ورزشگاه و بازی‌ها رو از نزدیک ببینن. جناب ربیعی، شرایط تیم چطوره؟ عرضم به خدمت شما که شرایط تیم خوبه و رفته به رفته بهتر خواهد شد. به هر حال این تیمی است که یک فونداسیون جدیدتری الان داره برای مسابقات و پروژه های فنی هم غالبا اینجوریه که رفته هر کدوم سر کیت خودش قرار میگیره، جا میفته. نیازمند این هست نقاط قوت و ضعف در حالت تقویت و ترمیم قرار بگیره و تو این حالت تقویت و ترمیم شرایط رفته جلوتر برای تیم لحاظ فنی به بهبودی و هم به راندمان بهتر تبدیل بشه. ما هم از زمانی که شروع کردیم تا این لحظه سعی کردیم که یک سری داستانهایی رو با تیممون داشته باشیم. همینجوری هم که میریم جلوتر سعی میکنیم که برنامه‌های بهتری رو داشته باشیم، همونطور مثل سال گذشته. به هر حال سال گذشته کاری که ما برای اینجا علاوه پروژه فنیش میگم، چون تو ابعاد مختلفی فکر میکنم که سال گذشته کار کردم برای تیم مصر رفسنجان، اما در ابعاد فنی این که خب یه تیمی رو شما 12-13 روز مونده به مسابقات بگیری و کل استراکچر اونجا رو عوض بکنی، بعد بدون پیش‌فصل وارد مسابقات بشی و توی زمانی که وارد مسابقات میشی 3 هفته زودتر هم بتونی تیمت رو قهرمان مسابقات کنی بدون اینکه بدنسازی و پیش فصل رو گذرونده باشه، خب از لحاظ ساختار کار مهمی است. چون میتونم بگم تمام سیکلای کاری رو خودم انجام میدم، لحاظ دوره‌بندی های کاری و تمرینی و بدنسازی به همراه حالا همکارانم. فکر میکنم که کار بسیار خوبی پارسال انجام گرفت و ما هم اونجا تو سال گذشته هم رفته پروژه فنی نشست. خب حالا پارسال یه مقداری سبک کاری متفاوته، امسال سبک کاری متفاوت تره، ولی بسیار امیدوارم به شرایط تیم که رفته بهتر بشه. هفته گذشته بازی سختی داشتیم مقابل استقلال. نه. یه بازی سختی هم دارین جمعه با گلوگوار سیرجان. این بازی رو چطور می‌بینید؟ ببینید تو لیگ برتر همه بازی‌ها سخته، ما بازی آسون اصلا وجود نداره. تو لیگ یکش هم همینطور هست. ما در لیگ یک هدف دیگه ای رو از نیم فصل به بعد دنبال می‌کردیم که بهش دستیابی پیدا کردیم. اینجا هم الان هدف‌های خودمون رو داریم دنبال می‌کنیم. همه بازی‌ها برای ما پر اهمیت و سخت هستن و فکر می‌کنم که بازی روز جمعه با توجه به حضور جناب آقای قلعه‌نویی مربی برجسته تیم گلگهر، تیم بسیار خوبی که دارن، من بازیشون رو مقابل سپاهان دیدم، تیم بسیار پرمهره است، کیفیت خیلی خوبی هم دارن و فکر می‌کنم امسال جزو 3-4 تا تیم خوب و پرمهره و بیشتر شد، مثلا 5-6 تا تیم خوب لیگ هستن و ما هم تیم خیلی خوبی هستیم. مطمئنا فکر می‌کنم بازی مبارزه جویانه تر و جنگ جویانه تری رو از تیم خودمون خواهیم دید و قطعا لحاظ کیفی فکر می‌کنم نسبت به بازی قبلی شرط بهتری خواهیم داشت.
جناب ربی، یه سری سوالات هواداران مثل افسانجان از شما پرسیدن که حالا من تک تک اینا رو از شما میپرسم. دوستمون پرسیده که چطور 2 گل از یک زاویه خوردین بازی با استقلال؟ دو تا تیپ متفاوت بود. به هر حال از لحاظ نمیدونم یه زاویه که میشه گفتش که گل دوم رو تو حالت ضد حمله خوردیم، گل اول رو توی حالت دیگه. اما قبول دارم که شاید رو هر کدوم از گل‌ها اشتباهات ساختاری داشتیم. اینا به مرور حل میشه و تا اشتباهی هم صورت نگیره خب موقعیتی برای حریف نمیاد. اما قبل از گل اول استقلال ما هم موقعیت داشتیم که به گل برسیم. ما در نیمه دوم یکم رو به جلوتر بازی کردیم، تو نیمه اول خیلی منظمتر تو بخش دفاعی بودیم، یه مقداری فاصله افتاد بین خطوطمون و باعث شد که فضا به تیم استقلال داده بشه. خب یکی پرسیده که فکر نمی‌کنید تو بازی اول اون چیزی که می‌خواستین در نیومد؟ نه، باید به نظر من اینجوری به قضیه نگاه نشه. یه لحظه هایی و زمان هایی از بازی رو تیم ما هم خوب بازی کرد. بالاخره نباید فراموش کنیم که تیم مقابل ما تیم استقلال هست. چند هفته پیش داشته در آسیا با همین تیم با همین نفرات بازی می‌کرد، یعنی همین نفرات بودن به اضافه علی کریمی و به نظر من پرمهره ترین تیم ایران الان استقلال. تیم بسیار خوبی هم هستن. ما هم بازی بهتری میتونستیم ارائه بدیم ولی توقعمون باید از تیممون به اندازه خودمون باشه و فکر میکنم که توی یه جایی تونستیم استقلال رو حتی تحت تاثیر خودمون هم قرار بدیم. اما بله، انتظار خود من، توقع شخصی من شاید یه چیزی باشه که یکم بلند پروازانه باشه و اینم به خاطر همون حسیه که سال گذشته هم داشتم. ما سال گذشته قرارمون بود این تیم تک رقمی بشه، هم میدونن اینو، ولی اون حس و نگرشی که خودم داشتم و اون باوری که به مجموعه و بالاخص بازیکن‌ها القا کردم، برنامه 3 ساله رو در 1 سال انجام دادیم و نزدیک 25-6 هفته رو در صدر جدول مستمر ایستادیم. به خاطر همین باوره بود. این باور در این تیم هم پیاده خواهد شد، این باور به این تیم هم خواهد آمد، اما نیازمند به زمان هست، نیازمند صبوری است و این کلن خصوصیات منه. تو بعد فنی هم از اون مربی هستم که پله بعد فنی رو به بازیکن میدم. یعنی نمیام روز اول یه موجی از مثلا داده‌های فنی رو به بازیکن داشته باشه، مثلا این کار غلطه. شما باید یه خونه رد چی بری یه خونه دیگه. ما در بازی دوستانه نظم درستری داشتیم. در بازی مقابل استقلال اولین بازی رسمی تیم مثل رفسنجان در لیگ برتر هست، یه مقداری شرایط متفاوت تر بود. تونستیم تو نیمه اول هم بازی رو کنترل بکنیم، خیلی کم هم به تیم حریف موقعیت دادیم. تو نیمه دوم ما جسورانه شروع کردیم نیمه رو و حتی میتونیم تو ضربه کرنل هم به گل برسیم. ضربه سر فراز امام علی بیرون رفت، مالکیت داشتیم، چند تا خطا و کرنل پشت سر هم زدیم. توی یک غفلت توی یه جایی گل اول رو خوردیم. بعد از اون یه مقداری پیچای تیم رو کلا باز کردیم، اومدیم بالاتر. باز هم تو زمانی که ما حمله بودیم یک اشتباه میشه گفتش که داشتیم. بعدم تو اون پوشش که داشتیم که همه اینا تو کلاس‌های آنالیزمون از بعد از بازی استقلال تا الان به بچه‌ها نشون داده شده، تمریناتش انجام شده، داریم کار میکنیم و باز هم هنوز اشتباه خواهیم داشت، باز هم هنوز مشکل خواهیم داشت و این طبیعیه در فوتبال. این رفته ما باید بتونیم اینا رو برطرف بکنیم. اما قطعا سعی میکنیم مثلا این بازی ضریب خطا کمتر از بازی قبل باشه، بازی بعدی دوباره ضریب خطا کمتر از و این میشه کار مربیگری، یعنی کار فنی، قسمت فنیه کار. من یه قسمت مدیریتی دارم که مدیر اداره کردن تیمم هست، یه قسمت روانشناسی دارم و ابعاد مختلف کارم دارم. یه قسمت فنی این است که هی ما بتونیم یه چرخه فنی که حالا شاید اینجا از حوصله خارج بشه، اینو میگه تمرین، تحلیل، تمرین، مسابقه، دوباره این چرخه میچرخه. یعنی شما همش در این حال هستی که بتونی انشالله این کار انجام بدیم. من فکر کنم توضیحات کاملی دادم. ممنون. دوست دیگری پرسیده هدف نهایی مثل رفسنجان امسال چیه؟
من هم اینجوری میپرسم هدف تیم هایی که سال اولشون از لیگ یک اومدن به لیگ برتر چی هست؟ شما بیایم همین 5 دوره گذشته غالبا از هر دوتایی که اومده یکیش همون سال اول دوباره برگشته. من هدف اولیه این تیم رو ثبات این تیم و بقای این تیم در لیگ برتر میتونم. این هدف پله اول ماست. انشالله بتونیم از پله اولمون درست عبور بکنیم، در هدف دوممون رو باز میکنیم که بتونیم رتبمون رو بهتر کنیم. 13 بشیم بهتر از 14، 10 بشیم بهتر از 11. اینو میخوایم انجام بدیم. شاید مثل سال گذشته همه چی بکشه به هفته آخر. تیمی که پارسال رتبه 10 رو گرفته همین در هفته آخر میتونه سقوط هم بکنه. باید نگاه رو اینجوری تو لیگ برتر داشته باشیم. ولی تو هفته آخر 10 شده. شاید یه تیم بوده 20 هفته رو رتبه پایین بوده، بعد یه دفعه تو 3-4 هفته افتاده. چون لیگ برتر قالبش اینجوریه، یعنی این رو توی این چند سال اخیر دیدیم. ولی من این رو حرف زدم همینجا هم از همین تریبون میگم، به خاطر یک مردم شریف و نجیب رفسنجان، هواداران واقعیمون، بعد به خاطر زحمات و پاسداری تلاش‌های شبانه روزی که خودم، گروهم، بازیکنان و همه سال گذشته مدیران محترم مجموعه صنایع مس، مدیریت محترم باشگاه و معاونینشون و کمیته فنیمون، همه به خاطر اینکه سال گذشته داشتیم، با تمام توانم این تیم رو امسال در لیگ برتر حفظ خواهم کرد انشالله. سوال بعدی، یکی از دوستان پرسیده محمد امیرپناهی رو میشناسین؟ از نزدیک سعادت اینو نداشتم که خیلی باهاشون رو داره باشم، ولی میدونم که قبلا بله در همین تیم یعنی در شهر رفسنجان در اینجا جزو مربیان خوبی که کار کردن و زمان آقای میشو بودن فکر کنم اگه اشتباه نکنم. تا این حد شناخت دارم، بیشتر از این شناخت ندارم و به عنوان یه مربی رفسنجانی که خیلی هم برای من قابل احترام هستن، با اینکه ندیدمشون از نزدیک، شاید تو بازی مقابل هم دیدم، ولی مثلا اینکه بشینم باهاشون گفتمان داشته باشم تا این حد میشناسم. هر جا هم هستم براشون آرزوی سلامتی میکنم. برخوردی نداشتین حالا؟ خب یکی از دوستان پرسیده چرا به بازیکنان بومی اهمیتی نمیدین؟ به نظر من فکر میکنم که به بازیکنان بومی اهمیت زیاد داده شده و من میدم. من به همه بازیکنام اهمیت میدم. شاید اون کسانی که با من کار کردن میتونن این رو خیلی خوب گواهش باشن. بالاخره آدم نباید خودش بگه، بازیکناش باید بگه. سال گذشتم اینجوری بوده، امسال هم اینجوری بوده، سالهای قبلش هم اینجوری بوده. کلا خیلی هوای بازیکن‌ها رو کلا دارم و برای منافعشون، برای آسایششون، آرامششون خیلی تلاش میکنم و همیشه بیشتر طرف بازیکنان قش میکنم تا طرف باشگاه. بازیکنان بومی هم برای من خیلی قابل احترامن. در همه جا برای اینجوری بودن. بالاخره اینجا 10مین استان است که من کار میکنم و 14مین تیمی است که دارم. اما شاید نگاه بومی و غیر بومی نگاه حرفه‌ای نیست. ما در ساختار حرفه‌ای این نوع نگاه ها رو نداریم. ما ساختار حرفه‌ای رو بر مدار کیفیت می‌بینیم. سال گذشته تیم من در لیگ 1 قهرمان شده، 4-5 تا رکوردم زده. با اینکه اصلا برنامه‌ش هم اون نبوده طبق باشگاه. ما 7-8 تا اگه اشتباه نکنم یا 9 تا بازیکن زیر 23 سال تماما بومی داشتیم. زیر 25 سال هم داشتیم. بچهای بسیار خوبی هم هستن. خیلی علاوه اخلاقی شخصیتی دوستشون دارم. اما در پارسال که این تیم تونست قهرمان بشه، حتی نتونستیم به اندازه یه نیمه یک نفرشون استفاده بکنیم. یه قسمتش میشه سلیقه مربی، یه قسمتش بخش کیفی کاره. الان 6 بازیکن بومی در تیم داریم. تو همین بچهای بومی هم بازیکنی هست که من علاوه کیفی خیلی قبولش دارم
ولی هر جایی یه ابزاری میخواد و یه سطحی میخواد. قطعا اگر اون ابزار ما توسط نیروهای درونی بتونه برطرف بشه، خب قطعا این اتفاق رخ میده. مثل الان آقای کریمزاده که به نظرم یکی از نیروهای بسیار خوب. من 8-9 تا کریمزاده داشته باشم، قطعا 8-9 تا 2 تا شاید لحاظ فلسفه کاری من، لحاظ فنی، لحاظ اخلاقی و شخصیت نفسم 6-7 تاشو ور میدارم. خب تعداد کریمزاده ها کمه و این برمیگرده به موردی که شاید از این مقوله خارج باشه. یه مقداری باید ساختن بیشتر صورت بگیره. ماها در حقیقت توی رده حرفه‌ای، نه برای منو، مثلا الان آقای نکونام در فولاد، بیشتر ماها مصرف کننده هستیم که میایم با ابعاد تاکتیکی و استراتژیک میریم جلو. ساختن در پایه صورت میگیره و از اونجا باید بیاد بالا. خب تو کارهای پایه‌ای هم من در جریانم که یه کاری رو توی 1-2 سال اخیر انجام شده. اما این که حالا چقدر میتونه راندمان کیفی داشته باشه، من شنیدم که سرمربی تیم امیدها هم الان امیدهای فعلیمون که بسیار من دوستش دارم، آقای کریمی عزیز رو شنیدم ایشون هم اعلام نزدیک به 15 بازیکن غیر بومی کردن برای نیازش. با اینکه ما الان 4 بازیکن امیدها در تیممون داریم، در تیم بزرگ. شاید دلیلش اینه که نیازهاش حتما برطرف نشده که اون هم این اعلام نیاز رو کرده. خب از این از پایین ساخته بشه، زیر ساخت بیاد بالا. اگر شما بازیکن پایه خوب و جوانی رو بگیرید و در تیم خودتون هم رشد بدید بیاد بالا، اون هم بومی براتون محسوب میشه، چون در این مجموعه و در این ساختار تونسته رشد پیدا کن. بعضی ها میان از این قضیه نگاه ستیزانه دارن، فکر میکنم مثلا ربی اینجوری، اصلا ربی اینجوری، ربی ربطی نداره. مثلا الان آقای مربی مثلا در یک تیم لیگ برتری 7 تا جذب لیگ برتری میتونه داشته باشه، 7 تا جذب لیگ برتری هم داشته، از استان دیگه ای گرفته، با اینکه استان خودش فوتبال خیزه استان ایرانه. مثلا نگاه حرفه‌ای این برداشت‌ها رو نداره. اما من فکر میکنم الان نباید اینجا بگم، ولی برای روشن شدن اذهان میگم، لحاظ شرایط روانی و قراردادها و خیلی موارد هوای تمام بچهای بومی رو سال گذشته داشتم، هنوزم دارم. اما لحاظ کیفی خب باید به اون درجه رشد برسه قضیه. منم تا یه جا میتونم برم جلو. مثلا ما سال گذشته آقای محمودی رو داشتیم که بازی هم میکرد برای تیم ما. خودم تشخیص دادم که هنوز نیازمند یکم تجربه بیشتر هست که بعدش بیاد توی لیگ برتر. با خودش هم صحبت کردم. بسیارم فوتبالیست خوبی میدونمش. علیرضا در آینده خیلی بهتر و بهتر و بهتر خواهد شد. اما در همون نیم فصل ما فکر کردیم در اون پست مشکل داریم که رفتیم آقای پیمان شیرزادی رو گرفتیم. به مرور یه اتفاقاتی رخ میده. سطح برتر هم الان همینطوره. ولی ما همین الان آقای کریمزاده، آقای حیدرنیا، آقای سالاری، آقای فرجی، آقای علی اصغر صادقی، امیرحسین علیزاده رو به صورت کامپلیت در تیم 23-4 نفره، نه دیگه بیشتری، 25-6 نفره تیم بزرگسالان داریم. در تمام تیم، در چرخه تمرینات، در تمام، یعنی کاملا با تیم بزرگسالان. خب خیلی از اینا زیر 25 سالن و امید هستن. اما ما الان در سهمیه زیر 23 سال که 9 بازیکن زیر 23 سال میتونیم جذب کنیم، کلا تا الان 2 یا 3 بازیکن جذب کردیم. 6-7 تاش خالیه. چرا؟ چون قرار نیستش که الکی لیستی پر بشه. چون فقط کمیت تمرین افزایش پیدا میکنه و کمیت طول تمرین افزایش پیدا میکنه، طول نفرات افزایش میکنه. ما باید وقتی بازیکن، ما پارسال همین مشکل رو داشتیم، تیم نیاز داشت بازیکن بگیره، از اونورم یه تعدادی داشت تمرین 34-5 نفره، خب یه سریا کار نمیرسید، هر جوری برنامه‌ریزی می‌کردیم نمیرسید و این بازیکن لحاظ روانی هم آسیب می‌بینه و ما دوست ندارم این اتفاق بیفته. با تمام بچهای سال گذشته این صحبت‌ها رو کردم، تو نیم فصل بهشون گفتم
یه اتفاقی هم افتاد. ما طرحش رو من سال گذشته خدمت کمیته فنی و مدیر عامل محترم دادم که توی اگر اشتباه نکنم آبان ماه سال گذشته بود که بیاد تیم سایه‌ای قرار بگیره بین تیم بزرگسالان مثل نوین کرمان، یه مثل نوین اینجا بشه در دسته‌های پایین‌تر تا این بچه‌های بومی بتونن تو اونجا برن آبدیده تر بشن، در صورت ارتقای کیفیشون بتونن از تیم سایه یا تیم بی وارد تیم اصلی بشن. طرحش هم مورد موافقت قرار گرفت. نمیدونم چه اتفاقی بعداً افتاد که حالا تصمیم بر این بود که فعلا این حرکت امسال انجام نشد. به هر حال من نگاهم همیشه اینجوری بوده توی زندگی، واضح حرفمو میزنم. دوست ندارم که اینجا فقط تبدیلگاهی باشه برای اینکه یه عده بیان و برن. بالاخره باید شما یه خروجی کیفی داشته باشید. چون میدونم که این سوال بومی رو خیلی زیاد خواهید داشت. سعی کردم توی یه جمله، یعنی در یه بخشی کاملا در موردش صحبت کنم. ارادت هم دارم، دوستم دارم بتونم کاری بکنم و قطع به یقین باز هم اگر بتونم توی تیمم، توی شرایطم این کارو خواهیم کرد. ولی بحث کیفی مهم هست، شرایط مهم هست، یه مقداری باید توقعها آگاهانه باشه، یه مقداری باید حرفه‌ای تر هم به قضیه انگاشته بشه. شما میتونید الان تیم‌های دیگه که مثل تیم مثل رفسنجان، مختصاتی مثل رفسنجان دارن رو نگاه بکنید و ببینید این مسیر توی اون جاها چجوری هستش. ما تیم داریم در خوزستان، شاید مهد فوتبال خیزه داره، شاید کمتر بازیکن بومی داره. یا مثلا الان در پیروزی پرسپولیس، استقلال و تیم‌های از این دست، پیکان یا مثلا شاید بازیکن تهرانی کمتر باشه از همه جای ایران بازیکن. همه این بچه‌هایی که هستن در تمامی تیم‌ها بازیکن همه بومی هستن، چون همه مال این خاکن، همه مال این سرزمینن. چقدر خوبه که ما بتونیم از باشگاه مثل رفسنجان با هر قومیتی بتونیم پرورش داشته باشیم، بتونیم بهره‌وری بتونیم به باشگاه برسونیم. این کار حرفه‌ای که در دنیا انجام میشه، یعنی بگیریم یک استعداد رو پیدا کنیم در رده‌های پایه بالاخص، اینجا رشدش بدیم، اینجا تعلیم درستش بدیم، اینجا ارتقاش بدیم و بتونیم هم در تیم خودمون ازش بهره‌وری کنیم، هم این که بعداً بتونیم این رو ترانسفر کنیم چه به باشگاه داخلی چه به باشگاه خارجی، براشون بهره‌وری بشه. و چه خوبه حالا این تبدیل به یه چرخه بشه. وقتی این چرخه برای شما اتفاق بیفته، هی شما در یه چرخه‌ای قرار میگیرید که این اتفاق میفته. یعنی یه قسمتی هم در بحث ساختن است، مخصوصا تو پایه این رخ میتونه بده. خدا رو شکر باشگاه ما هم که در رده‌های پایه هم پر تیم هست، هم در همه رده‌های سنی تیم داره، هم مربیان خوبی دارن در رده‌های پایه کار میکنن. انشالله که بهره‌وری هم داشته باشه. انشالله این اتفاق صورت بگیره. این سال حالا چند نفر پرسیدن و گفتن که چرا به مثل رفسنجان لقب مثل کرج دادن. خب من در رابطه با این چی باید بگم؟ این که خب حالا این که این زایده ذهن یه سری افراد هست که خب من احترامم میذارم ولی توضیح میدم. چشم، چون سوالات مردمی هست و قول دادم که باید انجام بدم، این کار رو انجام میدم. ما پارسال بیشتر به مثل کرج میخوردیم اگه اینجوری بخوام بگم، چون ما پارسال تو جمع بازیکنان تیم 3-4 تا بازیکن کرجی داشتیم، آقای میر بزرگی، آقای ملکی، آقای نعمتی. اینا امسال یه دونه بیشتر نداریم. یعنی امسال تعداد بازیکنامون که و توی ابعاد دیگه هم همین هست. اگر مثلا آقای منهاجی، آقای رضا ربیعی، آقای طوفانیان اینا رو که بچه‌ای که در کرج سکونت دارن، خب خیلی از دوستان رفسنجانی هم در کرج شاید
سکونت داشته باشه، غالبا کرجی نباشن. ولی اینا رو هم اگر میگن خب اینا سال گذشته بودن که در صعود این تیم هم نقش بسیار بسزایی داشته. نفرات دیگه که کادر فنی ما اضافه شدن، آقای مازیار ربیعی‌فر هست که ایشون اهل استان گیلان هستن. آقای عماد مهاجری هست که مال استان خراسان هستن. آقای کوروش مرادی هست که اصلیت خوزستانی کاملا دارن، حتی من میدونم خواهر و مادر و ایناش هم هنوز اهواز هستن. عرضم به خدمت شما که آقای علی سلیمی هم که پارسال از بعد از کرونا به ما اضافه شد که بچه تهران هستن. یه دونه آقای محمد پالیزوان به اعضای کادر فنی ما از بچه‌های کرج اضافه شده که فکر می‌کنم اصلا نیاز به معرفی من نداشته. ایشون 7 سال الان آنالیزور تیم‌های سایپا و پیکان هستن. 7 سال در لیگ برتر در سایپا و پیکان، فکر کنم 3 سال پیکان، 3 سال سایپا، 1 سال هم تیم دیگه. اینشون تنها نفری که داشته. اگر اینجوری اگر کس دیگه ای هم هست به من بگن. ما خب در حوزه‌های دیگه هم که سال گذشته بودن، مثلا اگر مثلا آقای مثلا شنیده بودن مثلا آقای مددی رو گفته بودن، آقای مددی مال تهران هستن تو بخش رسانه‌مون. تو بحث پزشکی اونم آقای رحقی هم مال تهران هستن که حالا اینجا رو میگم آقای رحقی هم که در تیم پزشکی ما حضور داره، ایشون 14 سال سابقه حضور در لیگ برتر دارن. 10 سال پیکان، 4 سال سبا. ایشون خب ما به هر حال یه جاهایی هم نیازه، ولی کرجی من میمونم. شاید چون من نزدیک 30 ساله که در کرج سکونت دارم، چون من متولد تهران هستم ولی 30 ساله در کرج سکونت دارم، خیلی هم شهر کرج رو هم دوست دارم. شاید اینجوری برداشت میشه ولی واقعا الان مردم امیدوارم صحبت من قانع کننده باشه. اگر ابعاد دیگه کار دیگه هستن، کسان دیگه هستن، من نمیدونم، ولی این رو به شما بگم ما خدا رو شکر، نمیخوام این مثال رو بزنم، ما در خیلی از ابعاد نیروهای بومیمون داریم استفاده میکنیم. اون 6 بازیکن تیم فوتبال بازیکن‌ها رو که گفتم، ما الان در بخشای اجراییمون مثلا میگم شاید این مثلا این برداشت باشه، ما در زمانهایی که در رفسنجان هستیم مدیر اجراییمون در رفسنجان هست، سرپرست تیممون جناب آقای حیدر رضایی که خودشون هم مربیان برجسته و لایسنس هستن، هم تحصیلات عالیه دارن، خب بچه رفسنجان هست. در تیم پزشکیمون سر تیم پزشکی آقای کمالپور، ماسور تیم، اینا در تیم 5 نفره پزشکی ما 3 نفر با زبره مال رفسنجان هستن. تیم تدارکاتمون هر 3 بزرگواری که عزیزان دل من هستن هر 3 رفسنجانی هستن. در بخش رسانه‌مون که یک تیم 4 نفره هست با 3 عضو بزرگوارشون باز رفسنجانی هستن. اینا در ابعاد مختلف. حالا مثلا در یه تیم رسانه 4 نفری که حالا داریم کنیم 3 تا از دوستان مثل حضرت علی بزرگوار، 2 تا دوست بزرگوار دیگه هم هستن. حالا یه نیرو هم داریم که مثلا آقای مددیمون که خیلی هم صحبت داره میتونه با رسانه‌های دیگه به خاطر حالا روابطشون در تهران، یه نیرو هم خب اصلا اونجوری داریم. در تیم پزشکی دوره همینطور. یعنی سعی کردیم در همه جای اتفاق بیفته. حالا یه سری‌ها دوست ندارن این مسائل اینجوری گفته بشه. خب اینا پس بچه‌های کجا هستن؟ مثلا اینکه ما هر چیزی رو سعی کردیم افزایش بدیم. مثلا تیم پزشکی یه نیرو اضافه شده، تیم نیروی پزشکی اضافه شده، از رفسنجان اضافه شده نیروی پزشکی. تدارکات یه دونه اضافه شده، باز دوباره نیروی رفسنجانی اضافه. تمام اعضای مدیریتی باشگاه همه بچه‌ها اینجا هستن. خود در کادر فنی ما خب الان آقای زکی خانی اضافه شده، آقای حسین عسکری اضافه شدن، آقا مهدی حسینی هم که هستن کوهنگان، جناب آقای زبردست هم که به عنوان مدیر فنی حضور داشتن و الان هم دوباره خوشحالیم که هستن. و باز هم اگر بتونیم این راه رو من باز میکنم، چون یه جایی که دیگه کار خیلی از زوار در نره فلان، ما نیازمند مربی دروازه‌بان ها بودیم. مثلا آقای کوروش مرادی مربی پارسال پدیده شهر خودرو بودن، آقای پالیزوان آنالیزوره که اومدن، ما تیم آنالیز میخواستیم چیز کنیم، ایشون اومدن که آوردیمش به خاطر اینکه شناخت دقیق می‌خواستیم. 6 سال اخیر گفتم در لیگ برتر هستم. مثلا آقای عماد مهاجری رو آوردیم، ایشون 5 سال اخیر مربی بدنساز 5 تیم لیگ برتری بودن، شهر خودرو، نساجی، تراکتورسازی، ماشین سازی.
یعنی با همون کاتگوری لیگ برتر سعی کردیم نفر اضافه بکنیم. آقای مازیار ربیعی فرم که سرمربی تیم داماش پارسال در لیگ یک بودن، سالها هم در لیگ برتر در تیم‌های مختلف به عنوان آسیستانت و دستیار و همکار من حضور داشتن. کرهجی همونایی بودن که پارسال بودن، یک نفر یا دو نفر اضافه شد. حالا شما یه مدیر اجرایی اینجا تو کار اینجا دارید، همونایی که تهران هستیم یه کسی کار اجرایی در تهران انجام، یک نفر. حالا یه کاری که میتونه توسط چند نفر، یک نفر انجام، اونم بازم با نظر مدیریتی این کار انجام شده. اگر ما میایم افکار رو به این سمت ببریم، به نظر من فقط میخوایم یه جوری خیانت به تیم بکنیم. حالا شاید من الان کسی رو نمیدونم، شاید قلم انداختن این بچه‌ها کسی چیزی رو من قلم انداختم بگیم، شاید یا خود شما میدونید بگید. این ساختار تیم. حالا تو تیم‌های دیگه هم همین هست. مثلا الان به شما بگیم آقا مثلا این تیم مثلا فولاد مثلا تهران هست، فولاد اهواز، یا مثلا بر فرض مثال گلگهر مثلا فلان جاست، خدا. حالا اینجا فکر میکنم که یه عده خب منافعشون در این هست که این اینجوری گفته بشه. ما کارشون نداریم، چون زیاد گوشم به این حرفا نه بدهکار هست نه زیاد به این چیزا توجه میکنم. اصولای کاری خودم هم دارم، با احترام میگم تو تمام این سالایی که کار کردم این بودم، الانم هستم، باج هم نمیدم، ولی دنبال این نیستم اینو بیام تو رسانه ها داد بزنم اینجوری هم نه. ما سال گذشته هم که شروع کردیم اولش کسی کار نداشت، بعد که چند تا برد گرفتیم تیم سر و شکل گرفت، رفت توی تیم‌های بالای جدولی، گفتن که اینا بازی آسونشون رو انجام دادن، بازی سخت مونده. قهرمان نیم فصل شدیم، گفتن شانسیه، 3 تا تیم دیگه باهاش هم امتیازن، تموم نیم فصل دوم فلانه. قبل از کرونا با اختلاف تو 12 بازی متوالی که داشتیم 9 پیروزی و 2 تساوی و 1 شکست داشتیم، با تیم دوم و سوم فاصله انداختیم. گفتن نه انتها خراب میشه و خودش خراب میکنه و فلان از اینجور چیزا. 3 هفته زودتر اومدیم بالا، اومدن گفتن آقا ما لیگ برتر نخوایم کی رو باید ببینیم. حالا این تیم مال مردم رفسنجان اومده لیگ برتر، یا آرزوی دیرینه‌ای که داشتیم اومده لیگ برتر، ازش پاسداری کنیم. با دشمنی جلوی خیلی چیزا رو نگیریم، قدردان باشیم از اینکه الان یک موهبت خوب داریم و این میتونه باعث اطلاع ورزش، باعث اطلاع فوتبال، باعث شادی مردم، باعث یک شور، باعث یک فخر بزرگ، غرور آفرینه. تو همین مدت اخیری که این تیم لیگ برتر، چقدر نام رفسنجان در تمامی رسانه ها، در تمامی ابعاد مختلف، در افکار عمومی کل کشور، حتی خارج از کشور، دوباره نام رفسنجان بارها گفته شد و چقدر چیزها زنده میشه وقتی اسم رفسنجان گفته میشه. از افراد فاخر و متشخصی که از شهر رفسنجان هستن، اونا تو ذهن تداعی میشه. از محصولات خوب رفسنجان که همه مردم میدن تداعی در ذهن میشه. از نام بسیار بزرگ و واقعا شاخص دیار فاتحان اروند که ما روی پیراهنامون هم اینو حک کردیم گفته میشه و جان آفرینی و ایثار اون نفرات هم دوباره در نزد مردم ذهنشون زنده میشه. این همه اتفاق خوبه. بالاخره خیلی هم، حالا یه عده شاید اینجا میگم، من اینجا میگم من آماجی از مهر و محبت هواداران رفسنجانی رو چه در فضای مجازی چه در حالت عملی و عادی دیدم. خیلی خوشحالم در روز صعود این تیم مردم چقدر شاد بودن، چقدر میتونم بالای 70-80 نفر اومدن و اعلام میکنم ما خیلی وقت بود اینجوری شاد نبودیم. مردم تو خیابون ریختن و حالشون حال خوبی شد. من بیش از 500-600 تا پیامک داشتم از اینکه تشکر کرده بودن، از اینکه چقدر حالشون حال درستیه، چقدر آرزو داشتن این تیم بیاد لیگ برتر. من این چند تا حالا نقدهای غیر منصفانه، کلمه درست‌ترش اینه، در ترازو بذارم با اون همه آماج هواداران واقعی که با ما انقدر لطف و انقدر خوشحال بودن و ما هم تونستیم جواب محبت اونا رو با صعود این تیم بدیم، رو بذارم رو کفه یه ترازو، اصلا دیده نمیشه، پس بهش اهمیت نمیدم.
چون یه عده شما هر کاری بکنید مخرسه. ما به جان دل نقد رو از نقاد درست قبول میکنیم. کسی باید این تیم رو در لیگ برتر نقد بکنه که حداقل صندلی حضور در لیگ 2 رو کشیده باشه. یه نقد باید اینجوری بشه، حداقل در چند جای مختلف خودش یه سری چیزها رو تجربه کرده باشه. اما اینکه فقط در هر حالتی بکوبیم، صعود کرد میکوبیدیم، رکوردهای ایران رو شکستیم میکوبیدیم، فلان رو میکوبیدیم، آخرش گفتن آقا ما نخواهیم چی کار باید بکنیم. یعنی الان هم دوست دارم به هر قیمت این تیم رو بکشونن پایین. من به عنوان کسی که حالا لطف کردید من هم قابل دونستید در جمع مردم شریف رفسنجان، ما هم شهروند خودتون دونستید که باعث واقعا بسی افتخار است اینو میگم. من به عنوان محمد ربیعی تمام وجود و جانم رو میذارم که این تیم رو در لیگ برتر حفظ کنم، چون حضور این تیم در لیگ برتر بسیار تبعات خوبی برای شهر رفسنجان و مردم رفسنجان داره. و اگر کسی به هر قیمتی و به صورت ناآگاهانه باشه، ما وظیفه آگاهی داریم مثل امروز، اما اگر به صورت تعمدانه باشه، من از هواداران میخوام جلوی این افراد ایستادگی کنن، چون این غرور مردم رفسنجان این تیم برای سختی کشیده شده اومدی. چقدر تیم ها تلاش میکنن، یه سری ها برگشتن گفتن آقا هزینه کردیم. خیلی تیم ها هزینه میکنن، سالها هزینه کردن. بیاین هزینه های تیم ما رو در بیارید، برید سال گذشته در بیارید، بعد مقایسه بکنیم با تیمی که شهری که 100 کیلومتر هم با اینجا هر ساله هزینه میکنن، ولی اونا هنوز نیومدن به لیگ برتر. و رفسنجان اومده همه هزینه میکنن. تو لیگ یک تیمایی که میخوان صعود بکنن 7 8 تا 10 تا تیم همیشه مدعی. شما خواهش میکنم، من حاضرم تمام قراردادهای سال گذشته تیم مثل رفسنجان با تیم‌های دیگه بیاریم بذارید تو کفه ترازو. به خدا این تیم خیلی هزینه نکرده. من به جرئت میتونم بگم از 4 5 تا 6 تا تیم، اینا 5 6 تا که من اطلاع دارم، سقف تیم ما پایین‌تر بوده، ولی با یه مدیریت درست، نظم مالی درست انجام شده. حالا اومده لیگ برتر. چقدر استان‌ها، چقدر شهرها آرزو دارن که سال‌ها دارن تلاش میکنن تیمشون بیاد لیگ برتر، اما اینجا از وقتی این اتفاق رخ داده همش بخوایم تفرقه ایجاد کنیم، همش تخریب بخوایم بکنیم، همش بخوایم یه کاری بکنیم که این تیم به هر قیمتی بیاد پایین. آدم‌های مختلف. حالا من به خدا اینجا غریبه هم اینو میگم، بالاخره کسانی که تو این تیم دارن الان با سمت‌های مختلف هستن، سالها تو رفسنجان کار کردن، مربی بودن، بازیکن بودن، مدیر بودن، فلان بودن. همه رو نمیتونیم بزنیم که، همه که بد نیستن که. خب اینا سالها زحمت کشیدن. شما اگر حرمت پیشکسوت خودتون رو نگه ندارید، حرمت بازیکن برازنده خودتون رو نگه ندارید، در درون خودتون حرمت مثلا اینها رو نگه ندارید، نباید این انتظارش باشه غریبه این کارو بکنه. من کوچکتر از اونم که بخوام خدای نکرده حرفی بزنم، من میگم با تعامل قطعاً نقد منصفانه هم باید بشه. قطعاً من خودم پر از ایرادم، تیمم هم ایراد داره، مدیران ما هم قطعاً اشتباهاتی دارن، ولی این میتونه با یک فضای تعاملی خوب، با یک فضای محبت گونه، به خاطر اینکه این تیم متعلق به شهر رفسنجان هست و به سختی هم اومده، حالا که اومده لیگ برتر، اینقدر دنبال تخریبش نباشین. تیم ما همینجا از همین تریبون به مردم اعلام میکنم، تیم ما تیم امسال مثل رفسنجان، تیم که به مرور رفته هر چی بگذاریم بهتر خواهد شد و حمایت هواداران واقعیش هم میخواد در جنگ با 15 تیم دیگه ای که اونها هم در شهرشون از تیمشون دفاع میکنن، حمایت میکنن و جنگ درونی ایجاد نمیکنن. و این تیم با دعای خیر شما قطعا در امسال در لیگ برتر باقی خواهد موند به امید خدا و همت شبان‌روزی من، بازیکن‌ها و همکاران. امیدوارم توضیحاتم کامل بوده باشه. بله کاملا درست بود. قطعا
بعضی از استان‌ها ما نداریم، حتی لیگ یک فوتبال ندارن متاسفانه، ولی رفسنجان پس از 14 سال انتظار به هر حال امسال اتفاق افتاد و شما قطعا مطمئن باشین که مردم رفسنجان، مسئولین پشت تیم خواهند بود، پشت شما و پشت بالاخره این تیم به جایگاهی برسه که حق مردم رفسنجان است. یکی از دوستان پرسیده که چرا من سعی می‌کنم دیگه از این به بعد جوابای شما رو خیلی کوتاه بدم که سریع‌تر بریم جلو که وقت چیزام گرفته نشه. خواهش می‌کنم. چرا در رفسنجان تمرین نمی‌کنید؟ بله خب سوال خوبی است. ما خب متاسفانه یه مقداری، حالا من به این شکل نمیگم، البته این در 4 شهرستانی که در لیگ برتر، 5 شهرستان در لیگ برتر الان تیم دارن. آبادان هست، مسجد سلیمان هست، قائمشهر هست، رفسنجان هست و سیرجان. 4 تیم به غیر از آبادان در تهران هست، یعنی تیم سیرجان هم در تهران، مسجد سلیمان هم در تهران، قائمشهر هم در تهران و ما هم هستیم. شاید این که یه مقداری ما مشکل زیرساخته در اینجا داریم و خب ببینید ما در خود شهر رفسنجان یه زمین چمن طبیعی نداریم. در یکی از روستاهای اطراف، در روستای لاهیجان روستا هستش که درست میگم، مثلا یه زمین چمن طبیعی اونجا داریم که حالا خود اون باید یکم از لحاظ میشه گفتش که استراکچر، از لحاظ لوجستیک اون قوی تر بشه. خب انشاءالله هر چه سریعتر زیر ساخته اینجا فراهم بشه، شرایط اسکان بهتر بشه، تعداد خیلی موارد از اینا بهتر بشه، ما هم قطعا دوست داریم چرا در رفسنجان تمرین کنیم. ولی الان برای ساختار لیگ برتر و شرایط لیگ برتر نمیتونیم تمام سال رو در رفسنجان باشیم. برای همین برنامه‌مون این هست. خب در زمانایی که بازی بیرون خونه داریم، در تهران داریم کارا رو میبریم جلو، مثل این هفته که در رفسنجان بازی داریم، این هفته وقت زیادتر داشتیم، 8 روز زودتر اومدیم. در زمانه دیگه قطعا میتونیم 3-4 روز زودتر میایم و در رفسنجان مثل سال گذشته سیرجان که امکانات سخت افزارش به مراتب الان خیلی جلوتر از تیم مثل رفسنجان لحاظ امکانات سخت افزاری هست، چه در بحث استادیوم مسابقه، چه در بحث چمن ورزشگاه و حتی امکانات سخت افزاری دیگه، اونها هم الان هنوز من دیدم که آقای قلعه‌نویی گفتن که علاوه زیر ساخت مشکل داره. و ان شاءالله هر چه سریعتر به کمک مسئولین شهری، مدیریت محترم صنایع مس، مدیریت محترم مس سرچشمه، مدیر عامل محترم خودمون، هر چه سریعتر ان شاءالله این مسئله انجام بشه. ان شاءالله هر چه سریعتر استادیوم اصلی ان شاءالله آماده بشه، قطعا این کارو خواهیم کرد. ان شاءالله یکی دو تا زمین چمن مناسب بله واقعا. تو رفسنجان به خصوص من دوست دارم که زمین‌های چمن تمرینی طبیعی بتونیم ان شاءالله ایجاد بکنیم برای بچه‌های پایه، چون چمن مصنوعی خیلی مضرات خودش رو داره، مخصوصا در رده پایه خیلی مضرات بیشتر، میزان آسیب دیدگی بیشتر. ان شاءالله بتونیم این اتفاق برای بچهای پایه‌مون هم رخ بده. خیلی از دوستان هنوز یه بازی انجام شده آخرش رو میخوام بدونم، مثل رفسنجان جایگاه چندم قرار میگیره در آخر فصل؟ ما تمام تلاشمون این هست که ان شاءالله تیم رو در لیگ برتر ابتداء حفظ بکنیم، ان شاءالله هر چی بالاتر بهتر. یه تمام تلاشمون کنیم برای یه جایگاه خوب. چرا بازیکن محبوب جذب نکردید؟ حالا محبوب، حالا اینو باید اون طرف برای من تعریف کنه. منظورش بازیکن محبوب یعنی بازیکن پرسپولیس استقلال هست؟ بازیکن چهره. چرا دیگه مثلا آقای قاضی هم چهره است دیگه، آقای نقی‌زاده هم چهره، خیلی زیاد داریم اینجوری، همه خوبن. ولی خب من بر اساس مبنای خودم بازیکن جذب میکنم و حالا اینجا هم باید بگیم مثلا پروژه نقل و انتقالات و بازار نقل و انتقالات خودش یه پروژه خاصیه. کوتاه و مختصر به همین اندازه میگم، چون مثل رفسنجان اولین سال حضورش در لیگ برتر بود، خیلی ها نسبت به این مجموعه و باشگاه شناخت کافی نداشتن و ما نیازمند این هستیم که در لیگ برتر یه مقداری زمان بیشتری حضور داشته باشیم، شناخت بیشتر صورت بگیره، اعتبار سازی بیشتری نسبت به این باشگاه تو لیگ برتر صورت بگیره تا انشالله بتونه مورد اتفاقات بهتری بگیره. و الان هم از نظر من بسیار بازیکنان خوبی داریم و ایمان دارم که این بچه‌ها جواب محبت‌های مردم رفسنجان رو خواهند داد. نظر شما در مورد گلرها؟ خب ما همونجوری که میدونید خب برای جذب ها محدودیت های خودمون رو داریم، چون مثلا به شما اجازه میدن یه تعدادی بازیکن لیگ برتر بگیری، یه تعدادی بازیکن آزاد بگیری. من گلرهامون رو گلرهای خوبی میبینم. هم ناصر پارسال در آبادان عمل کرده مطلوبی داشته طبق مسائلی که داشته آقای سالاری و همینطور داوود رو کامل میشناسم. درست.
با توجه به اشراف، آیا اشراف دارین به پایه‌ای مثل رفسنجان؟ تا اونجا که بتونم، اونقدر نه، ولی بیشتر خب تلاشم هست که مثلا خب نزدیکترین رده به تیم بزرگسالان رده امید هست. آقای محمد کریمی رو میشناسم، پارسال در کنار من بود، بسیار پسر خوب و متحدی از نادر فتح‌اللهی همینطور. این بچه‌ها میدونم بالا سر تیم امیدمون هستن. آقای امیری بالا سر تیم جوانانمون، این دو تا رده‌ای که نسبتاً به ما نزدیک هستن رو بیشتر میدونم. امروز هم با تیم جوانانمون بازی داشتیم، بچه‌های خوبی دیدم ازشون، تو یه بازیکنشون رو توشون پسندیدم چون جای رشد داره. گفتیم حالا برای اینکه بتونیم بیشتر هم مثلا برای اون بچه هم انگیزه باشه، برای بچه‌ها هم انگیزه باشه، به نام آقای محمد اکبری گفتم حالا توی یه جایی بیان به تیم تمرینات ما هم باشن. فکر میکنم که بچهای پایمون رو تا یه اندازه میشناسن و قرار هست که حالا آقای کریمی و آقای امیری هم در هر زمان که خودشون تشخیص دادن جلساتی با من داشته باشن، منم هر کمکی از دستم بر بیاد بهشون خواهم کرد. درسته. آیا میتوان امیدوار به جذب سهمیه در آسیا باشیم؟ از ما چیزی نشدنی نداریم، این به باورهای آدم هست. اما اگه بخوایم منطقی و واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم، من این مسئله رو برای باشگاهی مثل رفسنجان در یک برنامه مدون دور از دسترس نمیبینم. ولی مثلا یه برنامه باید شما کوتاه مدت، یه برنامه میان مدت طراحی داشته باشه، یه برنامه بلند مدت. من دور از دسترس نمیبینم. من مطمئنا این اتفاق خواهد افتاد. ذهنیت آقای زین الدینی رو میدونم، خود جناب آقای دکتر سعد محمدی رو میشناسم که انسانی است که کاملا مشرف هست به حوزه فوتبال، به حوزه ورزش. از همین تریبونم از ایشون تشکر میکنم به خاطر نگاه واقع بینانه، نگاه حرفه‌ای و حمایت هایی که توی هم سال گذشته هم امسال از مجموعه ما داشتن و فکر میکنم بله اصلا دور از دسترس نیست، ولی با یه برنامه ریزی انشالله تکمیل زیر ساخت‌ها، ایجاد امکانات عالیه. چرا که نه؟ هیچ چیزی تو زندگی نشدنی نیست، فقط شما باید بخوای براش تلاش کنی، انشالله بهش میرسی. درست. با توجه به حضور شما در آلومینیوم عراق، یکی از هواداران این سوالو پرسیده که نظر شما در مورد آلومینیوم چیه؟ آلومینیوم عراق هم خوشحالم که بالاخره تیمی که من هم توش حضور داشتم تونست صعود بکنه. ما یه پروژه رو پیار سال با این تیم شروع کردیم و خوشحالم الان یه تعدادی بازیکنان جوانی که من اون مقطع آلومینیوم اضافه کردم الان تو تیم لیگ برتریشون هستن که مال عراق هم نیستن، یعنی عراقی نیستن. مثل نیما درودی از کردستان گرفتیم، دروازه‌بانشون که تو همین هم نیما هم دروازه‌بانشون تو همین بازی اول بازی کردن. اون موقع دروازه‌بان امیدهای پیکان تهران بود، اون زمان اضافه شد و بازیکن خوبی همون وقت داشت که الان هم در تیم آلومینیوم هستن و بازدهی هم براشون دارن. تیم آلومینیوم عراق هم من تیم خوبی می‌بینم، مردم بسیار خوبی داره، باشگاه خوبی هستش. برای اونها هم آرزوی موفقیت و توفیق دارم و خوشحالم که خیلی از شاگردای قدیمی هم در اونجا مشغول فعالیت هستن، بچهای خوبی هستن، امیدوارم که موفق باشن. یکی از دوستان پرسیده که آیا میدانید بازی با گلگهر حکم دربی پایتخت رو برای ما داره؟ حکم دربی پایتخت یعنی مثل استقلال پرسپولیس؟ دربیه دیگه، همیشه جذابیت خودش رو داره. برای تیم گلگهر هم گفتم که هم مجموعهشون خیلی احترام قائلم، برای ما هم پر اهمیت خواهد بود دربیه و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. یکی از دوستان پرسپولیسی استقلالی پرسیدن که آیا تو بازی تدارکاتی که پرسپولیس شکست دادین تو بازی لیگ هم شکست خواهید داد؟ انشالله که تلاشمون رو میکنیم. خب یکی از دوستان پرسیده که بهترین صحنه مربیگری تاکنون برایتون اتفاق افتاده؟ آره، صحنه مربیگری که برام لذت بخش بوده. خوشحالم به هر حال از این بابت، خوشحالم که توی آستانه 40 سالگی توی این 13 سالی که دارم به صورت حرفه‌ای کار میکنم و تونستم پله پله بیام بالا، لیگ 3، لیگ 2، لیگ 1 همه رو تیم قهرمان کردم و برام همه اینا لذت بخش. حالا یکم سوالات دوباره حاشیه‌ای. جناب علیبی، یکی از دوستان پرسیده که چرا نادر فتح‌اللهی، محمد کریمی و رضا یوسفی رو کنار گذاشتید؟ بحث کنار گذاشتن که نیست، اینا دوستان خوب ما هستن، من هم خیلی دوستشون دارم. سال گذشته هم به هر حال در مجموعه تیم ما هم زحمت کشیدن، هم
کمک کردن. همینجا از همه این بچه‌ها و همه مجموعه باز هم تشکر کنم. اما فکر میکنم که به این شکل نباشه. یه جایی اختلاف نظر هست، یه جایی شرایط همکاری هست، ولی خب یه جایی هم شاید شرایط به انواع مختلف برای همکاری از طرف خود دوستان هم شاید فراهم نبوده. اینکه من کنار گذاشتم، نه، بالاخره تصمیمات به صورت کلی و جمعی توی یه جایی گرفته میشه، یه جایی هم خودت شخص شاید فکر میکنه شرایطش نیست. به هر حال من علاقه‌مند به همکاری همیشه با این بچه‌ها هستم و دوستشون دارم. بعضی وقتا شما می‌بینید مثلا تو اون مقطع زمانی و تو اون شرایط شاید این اتفاق نمیفته. یه جایی من احساس می‌کنم، یه جایی خود طرف من میگم بیا، من میگم آقا مثلا شرایطش مهیا نیست، فضاش مهیا نیست. اما اینکه شخص بنده کنار گذاشتم، خود بچه‌ها شاید بتونن بهتر پاسخگو باشن. من خصوصیات خودم رو دارم، سختگیری‌های خودم رو دارم. شاید یه جا باعث ناراحتی شما بشم، ولی 10 تا جا هم حال شما رو خیلی خوب کردم. این خود شما هم میتونه بگی. الان نمیخوام کامل مثلا بگم، شاید مثلا یه جایی شما مثلا فضای مثلا مدرک شما مثلا فراهم نبوده، یه جایی مثلا شما میبینی مثلا رقم پیشنهادی شما مهیا نبوده، یه جا مثلا میبینی مثلا جایگاه من شاید جایگاه فلانی نه، ولی این نبوده که طرف تو رو نخواد. این اینجوری هست. یه جایی هم هست که من مثلا میبینم توی یه فصلی مثلا من اختلاف نظرم با یه نفری یه زیاد شده، برای اینکه یا حالا این چالش و چالش یکم کمتر باشه، مثلا میگیم یه استراحت مثلا کوتاه مثلا این یه وقتی این وسط همکاری بدیم تو دوباره. من این بچه‌ها رو دوست دارم و خیلی شاید دوباره هم با هم دیگه تو همین باشگاه شاید جاهای دیگه من همکاری بکنم. من اینجوری برام خیلی اتفاق افتاده. من یه همین آرتایی که 5 ساله آقای مناجی همکار من است، ما یه جایی توی عراق نتونستیم با هم ادامه بدیم، اونجا جدا شدیم، دوباره یه جا دیگه به هم وصل شدیم. رضای ما برادر من یه جایی توی مقطعی مثلا این اتفاقات تو کار پیش میاد، اما این با خدا با این بچه‌ها به وجود نیاد. یه جای خود بچه‌ها شاید تشخیص دادن که حالا شاید الان این فضا مهیا نباشه. من دوستشون دارم، خیلی زیادم دوستشون دارم، خودشونم میدونن. اینم اینجوری هم میکنم که نادرم متوجه، بسیار تو قلب من جا دارم و برای رشد اینا، پیشرفت اینا خودشون میتونن میگن من همه کار کردم. به منم خیلی لطف دارن، تو جای مختلفم گفتن چقدر ما مثلا محمد آقا یاد گرفتیم، با هم ارتباط و همون ارتباط همیشه باقی خواهد موند. و توی فوتبال این اتفاقات مقطع‌های کوتاه جدایی دوباره وصل شدن زیاد رخ میده. تجربهشون ان شاءالله، تجربه من اینو نشون میده، این چیزا زیاد نشون میده. این چیزا زیاد پیش میاد. گفتم زیاد نشون میده. خب جناب ربی، یکی از دوستان پرسیده که چرا از بازیکنانی مانند پور محمد و گلزاری استفاده نکردید؟ محمد پور محمد. بله، اولا هر دو این بازیکنان رو بسیار دوست دارم، بسیار زیاد، و این هم یه چیز شبیه بوده و بسیار هر دو تاثیرگذار در تیم سال گذشته بودن. یه بحث استراتژیک تاکتیکی هست، یه بخشی یه بالانس کار هست. حمید و محمد جزو بازیکنانی هستن که بسیار برای من عزیزن و بسیار دوستن، ولی شما میدونید تو فوتبال موارد طبیعیه یه جای مربی احساس میکنه اینجا مثلا میگم ما در تیم اینجا مجبورم بگم، چون مجبورم که شاید نباید اینا رو بگم، این در مصر رفسنجان لیگ 1 ما یک فرایند تاکتیکی دیگه ای بازی داشتیم. شاید اون موقع مثلا من از هافک مثلا یه شرح وظایف دیگه ای می‌خواستم که بیشتر کار تهاجمی باشه. شاید برای فرایند سال اول لیگ برتر مثلا در نیم فصل اولش شما یه مقداری استراتژیک های دفاعی تر داشته باشی به خاطر ورودت دیگه. ببین تو لیگ 1 یه داستان دیگه، تو لیگ 1 سالها تیم حضور داشت، تو لیگ برتر تازه اومده. شاید ما تو اکثر بازی‌های لیگ 1 اون تیم غالب بودیم، مثل پرسپولیس، مثل استقلال در لیگ برتر. ما اونجا تو لیگ 1 خیلی تیم غالب بودیم. حالا تیم غالب بودن یه ابزاری میخواد. یه جای دیگه شاید اصلا ما تیم غالب تو لیگ برتر زیاد تیم غالب نباشیم، اون ابزارهای دیگه میخواد. جمعی این جهات رو من دارم میگم که مثلا بعضی وقت، ولی هم محمد هم حمید فوق العاده خیلی هم به ما کمک کردن، جزو تاثیرگذارترین بازیکنان فصل گذشته ما بودن. درست. در بازی با گلگهر با چه سیستمی کار خواهد کرد؟
این اجازه بده دیگه اینو نمیگیم دیگه. آره دیگه مثلا بعد از بازی ان شاء الله بعد بازی قطعا آره حتما صحبت می‌کنیم. خب هدف مثل رفسنجان نتیجه گیری و امتیاز یا پرورش بازیکن در تیم بزرگسالان؟ خب ما برای سال اول هدفمون این که اول بقا رو داشته باشیم. بعضیا میگن مثلا تیم سایپا مثلا در میانگین سنیش پایینه و یه بخش ساختاری داره. سال گذشتم دوست بسیار خوبم آقای صادقی که خودش هم فوتبالیست بسیار زبده و هم جزو مربیای بسیار خوبم هست، در روز آخر هم در لیگ موندن. اما اینو یادمون نره 20 دوره اگه لیگ برتر 20 دوره‌اش سایپا حضور داشته. اون یک شخصیت الان داره در لیگ برتر. حالا در کنار اون میتونه ساختارسازی و بازیکن سازی هم داشته باشه. ما قطعا اولویت اولمون حفظ تیم هست، اما در کنارش بتونیم رفته رفته بریم با یک شیب درست، کم کم میتونیم به این نگاه‌های اینچنینی پرورش و بعد ساخت بازیکن، ایجاد ساخت ستاره و اینها میتونیم بشه. ولی هدف اول در سال اول نباید گم بشه. هدف اول در سال اول ماندگاری تیم و کسب این میشه گفت یه نتایجی است که بتونه تیم رو در لیگ برتر حفظ کنه، حالا هر رتبه بالاتر بهتر. خب یکی از دوستان پرسیده چرا در خط حمله حالا بازیکنان بهتری جذب نکردیم؟ من فکر کنم این بچه‌هایی که هستن با توجه به شرایط بچه‌های خوبی هستن. خب میریم سوال، چند تا سوال دیگه هست من اینا رو میپرسم دیگه مرخص میشیم. چرا یک هافک بازیساز خوب جذب نکردیم؟ ما هافک بازیساز منظورشون پلی میکر هست. خب ما الان نسبتا میشه گفتش که یه پلی میکر دور، پلی میکر نزدیک، حالا اینا تعاریفی است که متفاوته. داریم آقای محسن آذربات رو از سال گذشته است کنیم، آقای قائم اسلامی خواه هست و هافکای دیگه همون هم این کارو میکنن. ما نسبتا میشه گفتش که داریم و بسیار هم خوب هستن این بازیکن‌ها. درست. یکی از دوستان، حالا من فکر می‌کنم سوالات حاشیه‌ای تو بپرس. خیلی اعصابش خورده بود و گفته چرا باخت گردن بازیکنان میندازی؟ اتفاقا اصلا من این خصوصیت کلا ندارم. آقا بعضیا میگن که مثلا چرا ربیعی مثلا میبازه یا میبره اول به تیم حریف تبریک میگه خسته نباشه. این خصوصیت اخلاقی منه. من فوتبال رو اول به چشم یک رقابت جوان مردانه میبینم و بعدش هم این که جزء اصلا من هیچ وقت هیچ وقت گردن باز کنم. اما این که میگیم خب بالاخره اشتباه بچگانه داشتیم اشتباه، ولی این که بگیم آقا اینا اشتباه کردن، نه. همینجا از این تریبون میگم تمام بردهای تیم مال همه مجموعه، بازیکن ها، مدیریت، کادر فنی فلان، تمام باخت‌ها مسئولیتش فقط پای من، پای هیچ کس نیست. باخت‌ها مال من، بردها مال همه. از لحاظ هزینه تو لیگ چندمین تیم هستیم؟ فکر میکنم که این هم داره روش چیز میشه. حالا این صحبتی است که باید جناب آقای زین‌الدینی انجام بده، من همه نمیدونم، ولی واقعا تیم از لحاظ هزینه بالا نیست، به خصوص در لیگ برتر. تو لیگ برتر اکثریت تیم ها در شرایط خیلی نسبتا اوکی هستن. شاید یکی دو تا تیم مثلا یه مقداری پایین‌تر این منور باشه، ولی این آقای زین‌الدینی میتونه بگه. ولی من همینجا از این تریبون میگم اصلا اون چیزی که بیرون میگن یا اونجوری که داره توسط یه سری ها نمیدونم به چه دلیلی با چه نیتی الکی فقط بولد میشه، اصلا اون نیستش اصلا. درست. یکی از هواداران مثل کرمان همینجوری بپرسید. بله پرسیدن نظر شما در رابطه مثل کرمان آیا به لیگ برتر صعود خواهد کرد؟ تیم مثل کرمان هم تیم خوبی است، شرایط خوبی داره، جزو تیم هایی است که در لیگ یک از خیلی از جهات از تیم های دیگه جلوتره. الان هم تغییر مدیریتی داره، جا داره با آقای محمودی نیا و جلوی هر دو مدیر هم چون رفسنجانی هستن، آقای محمودی نیا هم خدا قوت و خسته نباشید بگم که جزو مدیران خوب ما هستن، خودشون مربی فوتبال بودن، بازیکن. همینطور تبریک بگم با آقای علی رمضانی که ایشون هم جزو جوانان تحصیل کرده، مشرف به فوتبال و آگاه
به خیلی هم موارد برای ایشون هم آرزوی توفیق و موفقیت میکنم. همینطور به آقای رضای مهاجری. فکر میکنم که مثل کرمان تیم خوبی است دیگه، تو بحث لیگ یک و رقابت‌هاش امیدوارم که هر کسی که کلا در هر مسابقات و تورنمنتی لایق‌تر هست انشالله به نتیجهش برسه. درست. اولویت اصلی تیم مثل رفسنجان در لیگ امسال و برنامه تو برای جام حذفی. خب اولویت‌ها رو که گفتیم چی هستش، در جام حذفی هم حالا ببینیم شرایط چه زمانی قرعه‌اش زده میشه، کاراش کی انجام میشه، برنامه ریزی روی جام حذفی هم اون موقع اعلام میکنم، ولی الان هنوز زوده. فکر میکنین امسال کدوم تیم شانس قهرمانی داره؟ در لیگ برتر من 6 تیم رو از نظر خودم مدعیای امسال میدونم. 6 تیم خوب هستن. البته 7 تیم نسبتا تیم‌های خوبی هست، ولی پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان، فولاد، گلگهر، شهر خودرو تیم‌های خوبی هستن. حتی ذوباهن هم در این رنج نسبتا قرار میگیره و تیم‌های دیگه هم که اومدن این تیم خوبیه. خب غالبا تیم‌هایی که نماینده‌های ما توی آسیا هم هستن، خب فرایندشون و نحوه حضورشون، تیم بستنشون، شکلشون، خب اونها هم تیم‌های هستن که نزدیک هستن، ولی اون 7 تا 8 تایی که به شما گفتم تیم‌های خوبی هستن. مثل رفسنجان چی؟ من جز قهرمانی شما نمی‌بینید نه؟ استقلال خوزستانی. ما میتونیم برای خودمون باور شگفتی ایجاد بکنیم و گفتم این رو هیچ وقت دور از دسترس نمیبینم، چون آدم بلند پروازی برای خودم هستم، نمونه‌شم سال گذشته، ولی کلا هیچ وقت در رابطه با تیم خودم نه اظهار نظر اونچنان نمی‌کنم، نه شرایط رو چنونم. تیم من رو باید دیگرون در رابطه‌اش صحبت بکنم، ولی به نظر من در رابطه با تیم خودمون اگه بیشتر حرف بزنیم به در نمیخوره، باید بیشتر عمل کنیم، ان شاءالله کمتر حرف بزنیم. و مردم رفسنجان یه مقدار توقعشون هم خیلی بالاست. توقع باید واقع بینانه باشه از تیم سال اولی که در لیگ برتر، و توقع واقع بینانه باشه. بعضیا فکر میکنن مثلا این تیم انقدر پول بازیکن داده ولی اون کمتر داده. فقط این نیست، شاید این تیم تجربیاتی رو لحاظ ارگانایز کامل، اصلا مجموعه باشگاهش تجربیاتی رو در لیگ برتر داره که شما باید این تومن مثلا هزینه کنی، ساعت‌ها و زمان‌ها و سال‌هایی رو بگذاریش که شما به این تجربه برسید. خب اینا تفاوته. ببینید ما از نگرش محیطی از یه محیط دیگه به یه محیط دیگه رفتیم و تا این تبدیل صورت بگیره زمان میبره. ربطی هم به ربیعی نداره. کل مجموعه یه محیطی داره به یه محیط دیگه میره. من کاری که دارم تازه اتفاقا میکنم این که تسریع در این فاصله تغییرات محیطی دارم انجام میدم. محیط منظورم محیط بیرون نیست، محیط ذهنه، محیط نگرشه، محیط تفکر و خیلی موارد دیگه. من فکر میکنم که این اتفاق برای مجموعه ما در زمان کوتاه‌تری خواهد افتاد. این مجموعه رو با امروز یه تیم که نباید مقایسه کنی. این مجموعه رو مثلا با ابتدای سال حضور فلان تیم، اولین سال حضورش در لیگ برتر، باید الان مقایسه کنی. مثلا پارسال شاهین بوشهر گلگهر، سال قبل نفت مسجد سلیمان نساجی، با اولین سالهای اونها بیایم مقایسه بکنیم. من با اون حالت برید جلو، اون وقت به نگاه بهتری به این تیم میرسی، به درک بهتری میرسی، بعد اون وقت قضاوتت هم راحت تر خواهد بود. ولی من همینجا این امیدواری رو به مردم میدم که تیم خوب، محترم، با شخصیتی رو که دفاع بکنه از شخصیت و لجنات مردم رفسنجان وارد مسابقات کردیم، حفظش هم خواهیم کرد. یه نیاز نیست بگم، شما میدونید من در کارم با هیچ کسی تعارف ندارم، بسیارم سختگیر هستم و سعی میکنیم که اتفاقات خوبی هم برای مردم رخ بده. پای تعهدم هم به مردم واسطم، خود شما هم در جریانی، نیاز نیست بگم. پیشنهادات زیادی هم داشتم ولی با افتخار موندم به خاطر اینکه زحمت صعود تیم رو کشیدم و فکر میکنم که جزء کسانی هستم که محق رو صندلیم هستم. من تا زمانی که
تیم در دست 2 قهرمان نکرده بودم، دست 1 نیومدم، 2 تا تیم تو 2 آوردم بالا، اومدم 1. و تا زمانی هم که لیگ 1 تیم بالا نیاوردم و قهرمان نکردم نیومدم لیگ برتر. این سال نگاه به سن من سالهای زیادی دارم کار میکنم. من سرمربی جای زیادی بودم و اینجا رو دوست دارم. گفتم با یه عده انگشت نما، تعداد انگشتان یک دست خیلی انگشت شمار کار ندارم. انقدر مردم به ما لطف دارن، انقدر از این مردم نجابت و عشق و مهر دیدیم، همه کار براشون میکنیم و به هواداران واقعیمون هم میگیم روی این تیم صبور باشین، زیاد صبور باشین. پروژه های کاری و فنی به زمان خودش اتفاق میفته، صبور باشید، به وقت خودش انشالله این تیم به سرانجامش و اون هدفی که داره در سال اول خواهد رسید. انشالله با برنامه‌های بلند مدت‌تر، انشالله با افراد دیگر این تیم رو شما در آسیا ببینید. من تو کنفرانس خبری قبل بازی استقلالم گفتم، اینجا هم این جمله رو میگم، احساس میکنم وظیفه‌م نسبت به باشگاه مثل رفسنجان یه وظیفه 2 منظوره بوده. منظور اولش صعود این تیم بعد از 14 سال به قول شما به لیگ برتر که رخ داده، خدا رو شکر. تا ابدم این صعود به نام همین مردمی است که زحمت کشیدن، مسئولینی که زحمت کشیدن. آسمون به زمین بیاد، این تیم در دوران مدیریت آقای زین الدینی صعود کرده، در دوران مدیریت آقای دکتر سعد محمدی صعود کرده، در دوران حضور آقای علیزاده، آقای زبردست، آقای هادوی، آقای حیدر رضایی و همه مجموعه شما بزرگوار، همه اگه کسی را عقلم انداختن در دوره اینا صعود. تا ابد این صعود به نام این دوستان باقی خواهد ماند. و منظور دومی که بنده دارم، سخت‌ترین سال حضور تیم‌ها در لیگ برتر اولین سال حضورشونه. اینا همه میدونن. اگر کسی بخواد این رو ردش بکنه، شناخت و درک صحیح از لیگ برتر و از فضای فوتبال ما نداره. این سال اول پرچالش رو هم به عنوان منظور دوم انجام خواهم داد برای مردم مثل رفسنجان تا زمانی که باشم، برای مردم رفسنجان. و این تیم رو هم در لیگ برتر براشون اسم می‌کنم. من کارم رو فکر می‌کنم مأموریتم اون وقت برای اینجا انجام دادم. از این تریبون خیلی راحت میتونم بگم، نیازی به گفتن این حرفا نیست. شاید یه مقداری افکار عمومی از نظر من در جریان خیلی هم مسائل نبودن. ما اگر آگاهی نسبت به خیلی چیزا نداریم، نباید به راحتی قضاوت کنیم. اگر از چیزی خوب مطلع نیستیم، نباید تخریب بکنیم. از شما خواهشمندم اگر اینجور صحبت ها مورد پسند قرار گرفت، این جلسات اینجوری داشته باشیم، من بتونم با هوادارانمون فیس تو فیس صحبت بکنم. همیشه هر سوالی دارن، من پاسخگوی هواداران واقعیمون هستم. اما از اصولم تحت هیچ شرایطی 1 اپسیلون عقب نشینی نخواهم کرد. تا زمانی که من هستم روی قاعده خواهیم رفت جلو. ایستادم، سال گذشته هم محکم ایستادم، الانم محکم وای میستم و من جزء آدم‌هایی نیستم که ببخشید بابت یه سری کارهای کج و اشتباه بخوام موضعم رو تغییر بدم. به هیچ وجه. من تا زمانی که هستم سعی می‌کنم بر اصولم و بر عقایدم و بر فلسفه‌ام کاملا پافشاری کنم و محکم میستم و چون میدونم که این به نفع همه مردم و همه تیم خواهد بود. به هر حال از هواداران واقعیمون هم میخوام که هواداران عزیزمون که به ما لطف دارن دعاگوی ما باشن. خیلی ناراحتیم که نمیتونن تو استادیوم بیان. انشالله این ویروس بره، مردم بیان تو استادیوم ببینیمشون. شاید لحظه شماری میکردن تیمشون بیاد لیگ برتر که بتونن از نزدیک پذیرایی بکنن و پذیرای تیم‌های مختلف باشن تا تیم‌های دیگه از آبرو و شرف و ادب و نجابت و خلق خوب مردم رفسنجان بیشتر بهره مند بشن. حالا نشده ما رو دعا بفرماین، حامی تیم باشن، ما هم انشالله بتونیم که حافظ منافع این عزیزان باشیم. خیلی ممنون که حضور پیدا کردید. صحبت پایانی دارین. تشکر میکنم از مجموعه تیم رسانه‌ای باشگاهمون، شما دوستان بزرگوارمون، همه عزیزان. تشکر میکنم مردم عزیز که اگر تا این لحظه بودن، نشستن و تونستیم پاسخگو باشیم تا اونجایی که سوالاتی که خودشون پرسیده بودن. شاید من حرفای زیادتر دیگه‌ای داشتم میگم. یه تشکر ویژه میکنم از
بالا بیام تا پایین دیگه. مجموعه صنایع ملی مصر، کل مجموعه، خود شخص جناب آقای دکتر سعد محمدی که لطف دارن حامی تیم هستن، مثل همیشه از ایشون تشکر میکنیم. آقای مهندس احمدی ریاض مجتمع مثل سرچشمه، هیئت مدیره محترم باشگاه، آقای دکتر ارسلان، آقای صالحی و آقای زین‌الدینی و عوامل باشگاه عزیزمون، همه زحمت میکشن، همه عزیزن، بچه‌ها و مربی تیم‌های پایه‌مون خیلی دوستشون دارم و نماینده محترم مجلس، فرماندار، تمامی عزیزانی که دقیقاً مدیران شهری و استانی و سیاسی ما هستن، از همه تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم یک روزی در اینجا مثل سال گذشته مردم رفسنجان جشن حضور این تیم در آسیا رو بگیرن، شاد باشن، چون لایق بهترین ها هستن، لایق حال خوب هستن، لایق خیلی درجات بزرگی هستن که من خوشحالم تونستم که سال گذشته این مهم رو برای این مردم برآورده بکنم و همراه کل گروه و مجموعه که بارها اسمشون رو بردم و حضور مصر رفسنجان در لیگ برتر. شاد و پیروز باشید. خیلی عالی، دست شما در نکنه. منم تشکر میکنم از همه هواداران عزیز، به خصوص رفسنجانیای عزیز که تا این موقع شب، فکر میکنم ساعت 11 شب، ما رو تحمل کردن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. ممنون، متشکرم.